نامه یهودا باب 1. سلام به همه آنهایی که خدا پدر دعوت کرده است، دوست داشته است و به واسطه عیسی مسیح در پناهش نگاه می دارد. من یهودا که خدمتگار عیسی مسیح و برادر یعقوب هستم، به شما رحم و شفقت، آسایشتگی و محبتی بیشتر و بیشتر آرزومندم. ای عزیزان، خیلی میخواستم به شما درباره نجات نویسم که ما با هم در آن شریک هستیم، لیکن حالا ضرور دانستم که این نامه را نوشته شما را روح بلند سازم تا ایمانی را که باری به خلق خدا داده شده است حمایه نمایید. زیرا بعضی کسان درباره جزا گرفتنشان هنوز در زمان قدیم نوشته شده بود، در میان شما پنهانی جای گرفتند. آنها خدا به خبر بوده فیض و مهربانی خدای ما را همچون اجازت به بداخلاقی جنسی می دانند و یگانه حاکم و خداوند ما عیسی مسیح را رد می کنند. حالا می خواهم آنچه را که خودتان خوب می دانید بار دیگر به شما خاطر رسان نمایم. خداوند خلق خود را از سرزمین مصر خلاص کرد، ولی سپس همه آنهایی را که ایمان نداشتند نابود ساخت. این چنین فرشته هایی را که مقام خود را نگاه نداشته منزلشان را ترک کردند، خدا زنجیربند نموده در تاریکی ابدی برای روز بزرگ قیامت نگاه می دارد. مثل این فرشته ها شهرهای سدوم و عمورا و دهات گرد و اطراف آنها که به بداخلاقی جنسی و خواهش‌های غیر طبیعی داده شده بودند همچون نمونه گرفتار جزای آتش ابدی گشتند. عیناً همین طور این شخصان خواب و خیال پرست نیز جسمشان را حرام می کنند و هیچ حاکمیت را قبول نمی نمایند و قوه های آسمانی را بدگویی می کنند. حال آنکه حتی سردار فرشتگان میکائیل چون با شیطان درباره جسد موسی پیغمبر بحث می کرد به خود روا ندید که او را دشنام داده عیبدار کند. او فقط همین را گفت: جزای تو را خداوند دهد. این آدمان نمی دانند که در اصل کی را بدگویی می کنند، لیکن آنها به مانند حیوان بی فراست دانستگی حسیات خود را اجرا می کنند و به سر خود هلاکت می آورند. وای بر حال چنین آدمان، چون که با راه قاین می روند، پول گفته گرفتار خطای بلعام شدند و سرکشی نموده مثل قره نابود می شوند. آنها همراه شما به سر دسترخوان که با محبت برای خوراک شام خداوند جمع شوید، به مانند سنگ‌های خطرناک زیر آبی میشینند و بر عوض دیگران را فکر کردن بی‌شرمانه غم شکم خود را میخورند. آنها ابرهای بی آبند که باد میبرد و درختان بی میوه‌اند که در تیر ماه ریشه‌کن میشوند و دوباره میمیرند. آنها موجهای شدیدی بحرند که شرمندگی خود را مثل کفک روی آب میبرارند. آنها ستارگان آوارند که در جای تب تاریک جزای ابدی آنها را انتظار است. همچنین هنوخ که نسل هفتم آدم بود درباره آنها پیشگویی نموده گفته است: بنگر، خداوند با هزار نفران خلق خود می آید. او می آید تا که همه را حکم کند و جان هر گناهکار را موافق کردار بدش و سخنان بی‌شرمانه اش که به او گفته است جزا دهد. آنها همیشه شکایت می کنند و بهانه می جویند، از پی خواهش های خود هستند، با خود می بالند و برای فایده خود خوشامد می زنند. اما شما عزیزان، سخنان فرستادگان خداوندمان عیسی مسیح را که پیش به شما گفته بودند فراموش نکنید. آنها به شما چنین می گفتند:
در آخر زمان شخصان پیدا می شوند که راستی خدا را مسخره کرده از پی خواهش‌های بد خود می روند. آنها جدایی می اندازند، موافق میل‌های جسمانی رفتار می کنند، لیکن روح القدس را یعنی روح خدا را ندارند. اما شما عزیزان همیشه با راهنمایی روح القدس دعا کرده ایمان پاکترینتان را در خود مستحکم سازید. در محبت خدا بمانید، چون که حالا در انتظار رحم و شفقت خداوندمان عیسی مسیح هستید که آن به حیات ابدی میبرد. نسبت به آنهایی که دودیله هستند رحمدل باشید. بعضی را گویا از دم آتش کشیده نجات دهید. نسبت بعضی دیگر دلسوزی نمایید، اما احتیاط کنید. به لباسی که آلوده جسم گناهگار است حتی دست نرسانید. با او که شما را از گناه نگاه داشته به کمبودی و با شادمانی پیش شکوه و جلال خود آورده می تواند، یعنی بر خدای یگانه که به واسطه خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ما شده است، شأن و شرف، شکوه و جلال و قوت و قدرت از عصرهای پیش تا امروز و تا ابد بادا. آمین.